دوستان عزیز، امیدوار هستم هر کجای دنیا که هستید لبخند به لبان داشته باشید و لباس عافیت به تن. طبق که شما دوستان عزیز میبینید ما به یک قسمت جای از شهر خیلی قشنگ و مقبول دیدنی آلمان هستیم که این قسمت جای به نام کونگزیاد میشه. یک جای خیلی معروف است و همچنان همگی میان از بازدید میکنن. فکر کنم این قسمت تعداد از شاید هموطنای ما باشه. بیا که بریم ببینیم یک پرسان بکنیم. Hallo, schönen guten Tag. Hi. Hi. Hallo. Wie heißen Sie und woher kommen Sie? Ich heiße Ali und ich komme aus Afghanistan. Afghanistan, sehr schön. دیدین دوستان عزیز یک افغان دیگه ما همچنان پیدا کردیم. Hi, schönen guten Tag. Wie Hi, heißen Sie guten und woher Tag. kommen Sie? Mein Name ist Mohammed Ali, ich komme aus Afghanistan. Perfekt. Und یک دوست دیگه ما همچنان از افغانستان هستن. بیا یک مصاحبه کوتاه همراهشون داشته باشیم. خب دوست عزیز، خودت چقدر وقت میشه که به آلمان آمدی و مصروف چی کار هستی؟ ما خودم تقریبا 3 سال میشه دیگه که آلمان آمدم و فعلا ausbildung میکنم ماشاءالله. در چی بخشه؟ در بخش KFZ. ماشاءالله. تنها زندگی میکنین یا با فامیل؟ نه فعلا تنها زندگی میکنم. بله. درست، خیلی عالی. و شما چطور خواستید که به کونگزیا به این قسمت بیاین و از دیدن بکنید؟ خب فعلا که است وقت تعطیلات است و ما 2 هفته تعطیلات داشتیم و گفتیم باش بیایم یک خیلی عالی. کونگزی را ببینیم یک خیلی بله. پرفکت. از آب و هواش لذت ببرید. کسانی که همکنون ما رو میبینن از طریق چنل یوتیوب ما چی گفتنی برشان داریم؟ چی کار بکنن با آیندهشان یا چی گفتنی داریم؟ خب کسایی که ما را از چینل یوتیوب میبینه خب گفتنی ما است که کوشش کنین که یک آینده خوب داشته باشین، یک ausbildung کنین یا که studieren کنین. بله زندگی لذت ببرین و تعطیلات خود در خانه نگذارین، بیاین این طرف و طرف بگردین. زندگی 2 روز است. بله. خیلی عالی. تشکر، خیلی ممنون. خب دوست عزیز، شما میشه بر ما بگین که چقدر وقت میشه در آلمان هستین و مشغول چی شغل هست؟ من خودم تقریبا 4 سال میشه که آلمان هستم. باز من مصروف ausbildung هستم. آشپزی میکنم من. ماشاءالله. دیگه آره دیگه. شما با فامیلی چه زندگی میکنین یا تنها؟ نه من تنها هستم. خیلی عالی. میبینین دوستان عزیز، تعداد از افراد هستند که جوانان ما در جمعیت و به تنهایی میتونن به قله‌های بالای برسن و ماشاءالله ما برشان افتخار میکنیم که ausbildung انجام میدن. واقعا سبب افتخار ما هستید. و شما چطور خواستید که بیاین از دیدن بکنین، بازدید بکنین؟ والا ما کدی اندوال خوردیم و تصمیم گرفتیم که یعنی تعطیلات را یک جای بهتر بریم، چون که شهر ما تکراری میشه کلا باشیم. بعد کونگزی جای خوبی است، برای همین انتخاب کردیم. جای خیلی طبیعت زیبا داره دیگه، برای تعطیلات عالی است واقعا. پرفکت، خیلی عالی. و دوستانی که همکنون ما را از چنل یوتیوب میبینن چی گفتن؟ آیندهشان، در مورد آیندهشان یا در مورد از اینکه تحصیل بکنن بیاین یا در مورد ما گفتنی از من هست که به زندگی خود برای خودشان هر قدر تلاش کنن، یعنی کم هستن دیگه، هدف داشته باشن و برن در اون مسیری که واقعا دوست دارن و آرزوش بوده از کوچک، از خردترکی. بعد امور ادامه بده انشالله که میشه میاین دوستان اینجا میاین. بله جهان سپاس. طبق که دیدید همچنان هموطنان ما بودن که همراهشان مصاحبه داشتیم و خیلی خوشحال هستیم که این گونه جوانان و هموطنان ما هستن، کوشش میکنن که یک ausbildung را انجام بدن و سبب افتخار به کشور ما شود. دوستان عزیز با ما باشید، خیلی جای دیگر مانده که برای شما به نمایش بگذاریم و خیلی قشنگ و دیدنی است. خب دوستای عزیز، حالا همچنان به یکی از دکان‌های خیلی معروف کونگزی آمدیم که در اینجا طوری که شما می‌بینید در هر تابلو یا در هر وسایلی که خیلی تزیینی است به نام کونگزی نوشته شده است و باید بریم داخلش که ببینیم که داخل از این دکان چه چیزهای دیگر پیدا میشه. واقعیت که خیلی دلچسب است و همچنان دیگه کسایی که میاین از جا بازدید میکنن چیزای اینترسنت انتخاب میکنن دیگه. طوری که میبینین خیلی چیزهای جالب دیدنی از هر چیز پیدا میشه که به شمول کلی بهنده است و همچنان سگک که میبینین دوستای عزیز واقعی نیست و از یک مجسمه است دیگه، خیلی عالی قشنگ.
و بیایی که به طرف بعدیش بریم که دیگه چه چیزای قشنگ و مقبول است. دوست عزیز نگفته نباید گذاشت که واقعا خانگک‌هاش خیلی مورد علاقه بود، خصوصا این خانگک‌های دیگهش که همراه شنی است، یعنی برف خیلی قشنگ و مورد علاقه قرار گرفت و دوست داشتم از یا یک 3 دانه بگیرم که دوستم پیش گرفته بود و بعدا برام گشنگ داد دیگه. واقعا خیلی عالی و قشنگ. حالا همچنان به قسمت های بعدیش که دوستان میبینید و کوشش میکنیم که در این قسمت های چیزای جالب تر و از بیرون چی نمایش دارد یا طور افزایش بیرونیش چه قسمی هست. واقعا یک شهر خیلی قشنگ، دیدنی و زیبا و خیلی با تزیینات خیلی مورد علاقه همگی ساخته شده است. و بعضی از کسایی که در حال حاضر میبینید دوستای عزیز، اونا کوشش میکنن که به طرف خانه برن، چون آهسته آهسته رو به شام شدن هست دیگه. همگی دکانه را آهسته بسته میکنن و میرن. و همچنان دوستان عزیز بعد از خیلی گشت طولانی آمدیم که به یک رستوران تا غذا بشتریم بکنیم و واقعا خیلی گرسنه شده بودم، نتونستم که ویدیوهای زیادتر بگیرم چون که مثلا خواستیم زودتر نان بخوریم. و دوستان عزیز بعد از غذاخوری دیگه برگشتیم دوباره به خانه و خواستم از منظر خیلی قشنگ دیدن یک ویدیوی دوباره بگیرم برای شما که واقعا خیلی قشنگ بود و همچنان از ویلایی که زندگی کردیم از این خواستم بر شما یک ویدیو بگیرم دیگه. آهسته آهسته دوباره پس طرف خانه میرم، بخشش باشه که ویدیو دیگه گرفتن نمیتونم چون خیلی خسته هستیم دیگه. انشالله به فردا دیگه بازم باشید با ما، ویدیوهای جدید دیگر هست دیگه. فردا به خیر خوبی میریم به چکرهای بیشتر و با شما میباشیم انشالله. و حالا همچنان دوستان عزیز تازه دیگه از خواب بیدار شدم، خواستم از یک منظر خیلی قشنگ دیدنی بر شما یک ویدیو بگیرم دیگه. دروازه رو باز میکنیم، میخوایم بریم بیرون. فکر کنم که دیگه دوستان ما همچنان خواب هستن دیگه. ببینین که چه یک منظره خیلی قشنگ دیدنی، واقعیت یک اوزشت خیلی قشنگ داره، یک نمای خیلی قشنگ که میتونیم تمام جای ببینیم، واقعا مورد علاقه قرار گرفت. انشالله بعد دفعه بعدی انشالله همیشه میاییم و جای خیلی قشنگ دیگرش همچنان مانده که برای شما نمایش میدیم. و دوستان عزیز در این قسمت هم که میبینین آمدیم به موتر سواری و ببینین که خیلی جای قشنگ دیدنی هست و مورد علاقه قرار گرفت. اون شخصی که همراه دو فراشوتک است و خود از بالا میاندازه خیلی مورد علاقه قرار گرفت و خواستیم با دوستا بریم و منظره رو دیدن کنیم. اگر دوستا ترسی نداشتن با هم یک جا میریم از اون بالا خودت هم پایین همراه با فراشوت چیزا میاندازیم. اما نگفته نباید گذاشت که خیلی ترسناک هم هست همچنان که فیلیش است، اما باز هم ببینیم اگر دوست دیگه ما همچنان خواستن که کار انجام میدیم بعد یک جایی انجام میدیم به خیر و خوبی، وقت که خیلی دلچسب همچنان میباشه. خب دیگه قسمت دیگه شما همچنان دوستا که میبینید ما هم رفته میریم چون که باید به او قسمت بالای کوه برسیم و در این قسمت همچنان بانوش است از کنیکسی که همگی میایند در اینجا و همچنان یک تانکشتیلی همچنان در اینجا میباشد. و در این قسمت هم که میبینید دوستای عزیز موتر استارت کردیم و خواستیم بیایم یگان خریداری بکنیم چون که به این قسمت های نزدیک به کنیکسی میاییم از لادن چیزای دیگر نمی باشد. مثلا ما باید بریم یک سوپرمارکت بعضی انرژی چیزای دیگر خریداری بکنیم و با قسمت های بالا بریم دیگه. دوستم گفت چی شده؟ من گفتم رید بول بگیر چون که خیلی خوبش است، طعمش خیلی دوست دارم، بس رید بول گرفتم. و دوستای عزیز قسمت های بعدیش هم لیبنز میتل است، چیزایی که مورد نیازتون است میتونه از اینجا بگیرین و همچنان گلاش خیلی قشنگ و جذاب بود. ما تازه یک دو دانه گرفتم و میریم به خیر خوبی به سمتای بعدیش که ببینیم آبسوکی موزه چوزاویا.
و حال همچنان دوستان عزیز از خریداری تمام شده، میریم دیگه از سمت جای خاص که مثلا همگی میرن. وقت یک جای خیلی قشنگ عالی است، ببینین که چی منظره قشنگ دارد. سلام دوستان عزیز، شما را یک بار دیگه خوش آمدید میگم. طبقی که میبینید ما همکنون در همان جایی هستیم که گسترن آمده بودیم یا دیروز آمده بودیم، جای خیلی قشنگ و زیبا، و امروز میخوایم که کشتی سواری بکنیم و در دریا بریم ببینیم که چه جایهای دیگری هست. طبقی که شما میبینید دوستای عزیز، همگی آمدن از هر جای که بخواین اینجا کشتی را میتن بکنن یا مثلا کرایه بکنن و بتونن به دریا برن و جای دیگر را همچنان ببینن. خیلی از افراد چی خرد چی بزرگ آمدن به این صف استاد هستند و نام خدا صف هم خیلی زیاد است. دیگه ما هم کوشش میکنیم در صف استاد شویم تا که این چیزها رو برای شما نمایش بگذاریم. و بالاخره از اون جایی که مثلا خیلی صف طولانی بود و خیلی خوبی گذاشتیم و آمدیم و تیکتی های ما گرفتیم دیگه. انشالله به خیر خوبی. اینجا یک صف است دیگه، اینجا باید منتظر بمانیم. بسیار صف بسیار طولانی است و بعد از اون دیگه فکر کنم ساعت 12:05 ما میتونیم افراد شروع میشه دیگه. باز منتظر باشین ببینیم که جای قشنگ دیگرش کجاها هست. فعلا اون دیگه نو تازه میریم داخل که داخل کشی شد. های تانکه دیگه. ببینین چیه کشتی خیلی قشنگ زیبا. حالی هم باید به سمت بعدیش بریم. اینجا همچنان همان کشتی است. einmal Ticket bitte. habe ich schon ein Ticket. اوکی حالا میریم داخل. ببین چی جای قشنگ زیبا. حالا همچنان دوستان عزیز قسمت های بعدیش ببینید که کشتی به خیر حرکت کرد و ما همچنان در دریا هستیم. واقعیت یک منظره خیلی قشنگ و دیگه فکر کنم شما همچنان این منظره قشنگ که میبینین میخواین که اینجا بیاین و از اینجا همچنان دیدن بکنین. واقعیت یک جای خیلی قشنگ است و ناگفته نباید گذاشت که آب شکل میبینین خیلی آبی و شفاف است. واقعیت یعنی یک منظره خیلی دلپذیر. و در قسمت های بعدش که میبینین کوه ها مثل کوه های آلپ همچنان یاد میشن که از شاخه های کوه های آلپ هست و چیزایی که همگی اطلاع دارن که کوه های آلپ کوه هایی هست که خیلی بزرگ و همچنان ارتفاع خیلی زیاد دارن. و همچنان دوستان عزیز یک برای شما خیلی کوچک همچنان هست در کشتی که انشالله بخیر خوبی اینا رو میبینین. واقعا مورد علاقه شما همچنان قرار میگیرد.
و همچون دوستان عزیز تورد که میشنوین یکی از خلبانو ها همچنان معلومات بیشتری در مورد کونیکسی برای ما میده که میگه که مثلا چقدر وسعش چیف است و یا همچنان کوههایی که هست چقدر بزرگ هستن و یا چقدر ارتفاع دارن و معلومات بیشتری که ایجاد چطور به نام کونیکسی یاد میشه چی کسی ایجاد کشف کرد و یا معلومات بیشتر در موردش دیگه دوستا شما بشنوین ببینیم که چقدر خوب صحبت میکنه دیگه صحبتش خیلی قشنگ است و همچنان لهجهش که صحبت میکنه واقعا خیلی قشنگ است دیگه شما شنونده باشین میشنوین. In der Mitte die Pyramide, das ist die Schönfeldspitze, 2653 Meter hoch. Links daneben die grünen und bunten Tauern, 2570 Meter hoch. Rechts der bewaldete Bergrücken des Siemensberg, so rund 1900 Meter. Das kleine Meer, das ist ein großes Grenzgebirge zwischen Bayern und Österreich. Den ersten Grenzort sind dann Maria Rehn, Saalfelden und Brunner. Das kleine Meer, das kann man im Sommer überwandern, eine Tour ist allerdings von Fahrziel bis 12 Stunden. Wenn Sie mal hinten rechts rückwärts rausschaut, wo wir reingefahren sind, ganz draußen, haben wir den Latenberg bei Bischofswiesen, ein sehr schönes Fantasiebild, die schlafende Hexe. Sie liegt auf dem Rücken und der Kopf ist ganz rechts, gell? Schaut in den Himmel raus. Seht ihr es? Die bewaldete Stirn, die krumme Nase, das spitze vorgeschobene Kinn, da kommt der Hals und so weiter. بله دوستان عزیز حالا همچنان وارد ناسیونال پارک میشیم که جای خیلی قشنگ است در کونیکزی و بیایی که ببینیم که چی چیزها در اینجا پیدا میشه و چگونه جایی است معلومات بیشتر و طوری که شما دوستان عزیز میبینین خیلی یک آبشار خیلی همه چیز در اینجا پیدا میشه و مثل یک آب شفاف خیلی قشنگ و دیدنی دارد و با کوههای خیلی بزرگی که هست مثلا کوههایی که فعلا شما میبینید بین بایرن و اوسترایش است این کوهها همچنان از سلسله کوههای آلپ یاد میشود و همچنان دوستان عزیز این قسمت خروجیش است که از اینجا دوباره پس میتونیم بیاییم در خروجیش یاد میشه چیز و در این قسمت دیگه همچنان تعداد از افراد هستند که میخواین مثلا طفلای کوچکی که هستند اینجا میتونن آبازی بکنن و او قسمت دیگه هم که دوستان عزیز میبینید در او قسمت توالت است یعنی مثلا دستشویی یا ویسی بعضی از دوستان از آنجا استفاده بکنن حالا همچنان برای خود ادامه میتیم دیگه و بعدا میبینیم که چی چیزای جالب دیگه پیدا میشه برای شما به نمایش میگذاریم در این قسمت هم دوستان عزیز که میبینید یک رستوران خیلی قشنگ و مقبول و همچنان یک کلین شاپ هم همچنان دیگه پیدا میشه نفرها میاین با سیل تماشا ببینن اگر چیزی مورد علاقهشون باشه از اینجا بگیرن واقعا خیلی منظره قشنگ کوههایش دیگه واقعا تخیلی وارم به نظر میرسه اما واقعیت و دوستان عزیز باید همچنان ما از این پل بالا بریم تا به وسط حالا برسیم که خیلی یک جای خیلی قشنگ دیدنی است و این تعداد از افراد که میبینید تازه پایین میشن و خیلی از اینها تقریبا تعداد 80% از اینها نمیتونن به وسط حالا برن چون واقعیت آنجا خیلی دور است حدود 1 ساعت و 50 دقیقه وقت زمان میبرد تا آدم به آنجا برسه و این تفلک های کوچکی که میبینین اینا نمیتونن تا آنجا بالا شون
دیگه بیاین دوستای عزیز ببینید که مثلا چی یک جای قشنگ است و این آب که میبینید واقعا خیلی قشنگ و شفاف به نظر میاد و او قسمت بالا همچنان که فعلا نگاه میکنین کوههای قشنگ مقبول فقط خیلی عالی است. خب دوستان عزیز بالاخره از سر پل گذشتیم دیگه همکنون میریم در راه خود ادامه میتیم تا بالاخره به وصف حاله برسیم که در جریان را دیدیم که خیلی از چیزهای دلچسب بودن. مثلا ببینید دیجا که تعداد از گاوا هستن واقعا فکر کردم که جایی هستم که سرشار از طبیعت آزاد و آرامی و امان. زنگولک هایی که فعلا در گردنشون میبینین اینا را به خاطر ماندن که زمانی که اینا اگر گم شون اینا را زودترین فرصت پیدا بکنن. و چیز جالب ای بود که اینا هیچ ترس نداشتن از انسان ها. مثلا اگر کسی سرشان دست میمان آنها به بسیار آرامی نزدیکشان میشدن و همچنین این خاطرکش ببین خیلی قشنگ است. خب دوستان عزیز برای خود ادامه میتیم چون چیزای جالب و دیدنی در راه هست باید آنها را همچنان ببینیم. دیگه دوستان عزیز تازه آمدیم به مناطق بالایش که مثلا حدود 150 دقیقه باید از اون طرف کو تا این طرف باید پیاده آدم بیایه. دیگه بخشش باشه فکر کنم خیلی مانده شدیم صدای شاید تقدر درست نیایه اما واقعا ارزش داره. دیگه دوست دیگه ما رو ببینین خیلی مانده از خیلی گرمی هم کده بود باز بالاخره تیشرت خود گفت میکنم که کم زر هوای تازه بخورم. واقعا هم گرمی است هم یک آب هوای خیلی دلنشین داره. دیگه آهسته آهسته باید بالا بریم از این قله های کو که خیلی دشوارم هست اما دیگه خیلی قشنگ است. پس دوستای عزیز با ما باشید میریم تا بالا ببینیم که وصف فعلش چه قسم است یا همان ابشار. دیگه با ما باشید. Hi. Hello. Okay, come and see. باید آدم از چیزکایی که هستش از چوبا از این محکم بگیره و آهسته آهسته بالا شد که خیلی دشوار همچنان هست اما با ما افغانا فرق نداره. هر دشواری را میتونیم طی بکنیم تا به مقصد خود برسیم انشالله. شمانده انشالله بخیر میرسیم. دیگه کسایی که فامیلی هستن فکر کنم خیلی برشون دشوار میشه میتونن که خودشان همراه با دوستانشون بیان بدون از اینکه مثلا طفلای خود با خود بیان. و همچنان نگفته نباید گذاشت کسایی که خیلی کوهنوردی دوست دارن اونا میتونن اینجا بیاین و از جای دیدنی لذت ببرن. خب دیگه دوستا فعلا هم پیش میریم کوشش میکنیم به طبقات بالاش برسیم که وصف فعل را از نزدیک ببینیم. ببینین دوجه از هموطنای ما یا فکر کنم از کدوم کشور دیگه هستن واقعا خیلی خوشحالی دارن چون که واقعا هر کس نمیتونه بیاید تا اینجا چون که خیلی چی هست هوخ هست و بسیار ارتفاع بالا داره. خب دوستان عزیز باید یکم زیر دوگم نزدیک بریم تا به خود وصف حال برسیم. خب دوستا بالاخره به وصف حال نزدیک شدیم و شما میبینیم که چه یک آب قشنگ داره و واقعیت که ارزش آمدن تا اینجا داشت. ببینین که ماشاءالله چقدر بلنده.
و همچنان دوستان عزیز آمدیم در قسمت اخیر برنامه خود که اینجا میبینین یک ناسیونال پارک هست، جای خیلی قشنگ دیدنی در کونیگزی که دیگه خواستیم در اینجا آبازی بکنیم و بعدا بخیر آهسته آهسته از هم تو خانه بریم. تا دیدار بعد و جاهای دیدنی که ما برای شما نشان میدهیم. الله یار و مددگارتان.